الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبی بعده. اما بعد، به ما سوال آمده است که مغازه های تجارتی داریم و در این مغازه های تجارتی اینچنین الکل شراب هم فروخته می شود. آیا این جایز است؟ یا که به همین طریق سوال دیگر آمده است که ما مغازه های تجارتی داریم و این مغازه ها را خودمون استفاده نمی بریم، بلکه به اجاره می دهیم که در این مغازه ها شراب فروخته می شود. آیا به اجاره دادن این مغازه ها برای فروختن شراب و چیزهای حرام جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. به همه این دو سوال مختصرا جواب ما همین است که از نظر قرآن و سنت و از نظر شریعت این نمودی عملها یا که بگوییم استفاده کردن مغازه ها که در درونش باز شراب ها فروخته می شود، چیزهای حرام فروخته می شود، یا که به اجاره دادن مغازه ها برای حرام، البته که این جایز نیست، حرام است. عیناً همین سوال را از شیخ سلیمان ابن ناصر العلوان سوال کردند. شیخ جواب دادند، گفتند که مغازه های را که شما به اجاره می دهید و شما می دانید که در درونش شراب می فروشد یا که گوشت خوک یا اون چیزی دیگر را می فروشد، حرام است شما به اجاره ندهید. برای شما حرام است. اجاره دادن یک مکان، اجاره دادن یک چیز در حالت می دانید که به حرام استفاده می شود. و این چنین خود شما اگر یک مغازه را کشوده باشید و خودتون فروشنده باشید و استفاده برید و در این مغازه چیزی حرامی را فروشید، یکی از برادرها میگن که اگر ما چیزیمون حرام را نفروشیم ما تجارتمون ضعیف می شود. بگذار ضعیف شود. به خاطر تجارت ها خوب شدن اگر شما آمدید که از بحر جنت برایید، از رضاگی الله دور شدن رو خواهید، این مسئله دیگر مسئله است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که معروف است 10 نفر را در باب شراب لعنت کردند. حدیث صحیح است. یکی از اونها کی است؟ کسی که شراب را می فروشد، شراب ساز، شراب فروش، شراب ریز، شراب را انتقال کننده، شراب خورنده، شراب فروشنده هم به همون لعنت داخل می شود. و الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه که تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. هم دیگر رو کمک کنید در کارهای نیک، حلال، تقوا، پرهیزگاری، و کمک نکنید در کارهای بد، شرک، کفر، حرام. شما وقتی که یک جای رو به اجاره می دهید در حالتی که در اونجا چیزی حرام استفاده می شود، بمانند این که شما یک جا رو می دهید اونجا اعوذ بالله زیناخانه می شود، شما یک منطقه رو اجاره می دهید در اینجا چی می شود؟ خانه رقص و فحش و فاحشه می شود، یا که خانه می شود که در اینجا شراب خانه می شود، یا مغازه‌ای که در اینجا شراب می فروشد. همین گناهش به سر شما هم می آید. حرام است، جایز نیست. تاجرها شما وقتی که تجارت میکنید باید سوال کنید پیش از تجارت کردن، آموزید که تجارت شما موافق شریعت الله سبحانه و تعالی صادر کرده باشد. موافق شریعت الله باید تجارت شما باشد. تجارت هم دو نمود است، تجارت حلال و تجارت حرام. تجارت حرام همه اون تجارت هایی که در اون خرید و فروش حرام است، یا که منتشر کردن فحش و فاحشه و حرام است، یا که همه اون تجارت هایی که به ربا تعلق دارد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.